محترم پروفسور حضرت سبقت الله مجددی رئیس شورای موقت اسلامی افغانستان و ممثل دولت اسلامی افغانستان در حالی که سایر اعضای شورای جهادی نیز حضور داشتند حوالی ساعت 4 عصر امروز در مراسم خاص اشتراک ورزیدند که طی آن زمام امور افغانستان از رژیم سابق به دولت اسلامی افغانستان تسلیم داده شد. مراسم با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز گردید. در پرتو اخوت اسلامی متحدانه مملکت عزیز خود را آباد بگرداند. من به نمایندگی از منصوبین دولت افغانستان صمیمانه به شما وعده می‌دهم که ما با همه با تمام توان و قدرت و انرژی و فهم و دانش خود در پهلوی شما قرار داریم و در آمادگی مملکت خود در تأمین صلح، در ایجاد اخوت وحدت تمام برادران افغانستان، تمام افراد مملکت عزیز ما در پهلوی شما تا آخرین توان و قدرت خود مجاهدت خواهیم کرد و این را به شما صمیمانه اطمینان می‌دهیم. بار دیگر از بارگاه خداوند متعال التجا داریم که مملکت عزیز ما را در فضای صلح و امنیت دائمی به مدارج بسیار بلند ترقی و تعالی و تمام افراد افغانستان را در وحدت و یگانگی، در برادری و برابری یار و مددگار باشد. آمین یا رب العالمین. ما افتخار داریم که امروز قدرت دولت جمهوری افغانستان و دولت اسلامی افغانستان به صورت صلح‌آمیز به برادران مجاهد ما در رأس جناب محترم مجددی انتقال می‌یابد. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد بزرگوار، دانشمند محترم جلال مآب حضرت سید مجددی رئیس دولت مجاهدین، خدای بزرگ سپاسگزار هستیم که امروز شاهد موفقیت و کامیابی بزرگ جهاد بر حق مردم افغانستان، مردم متبعین و مسلمان افغانستان هستیم. کامیابی که به اراده خداوند توانا و مطابق به خواست بر حق مردم انجامیده و به دست آمده است. کامیابی که سبب ایجاد تشکیل دولت مجاهدی شده در کشور ما، دولتی که آرزوی مردم است، دولتی که در اثر جهاد و قربانی های وسیع مجاهدین محترم و مردم متبعین افغانستان به دست آمده. ما به نمایندگی از حکومت افغانستان انتقال مسالمت آمیز قدرت به دولت مجاهدین از صمیم خلق تهنیت و تبریک عرض میکنم. کامیابی و موفقیت دولت مجاهدین تحت رهبری دانشمند بزرگوار حضرت سید مجددی و دیگر همکاران نجیب و صادقشان و بزرگوارشان و تمام مردم افغانستان آرزو میکنم و یقین دارم که خداوند با اینا هست توانایی مییابند که مشکلات بسیار انبوه و وسیع افغانستان که در ظرف 14 سال مردم با او روبرو بود انشاءالله تعالی یکی پی دیگری حل میشه. راهی که دولت در پیش داره راه خداست و راه مردم است. خدا با اینا کمک میکنه و مردم هم با اینا همراه
موفقیت این دولت در راه موفقیتشان در راه تامین صلح، وحدت، یگانگی، سعادت و خوشبختی افغانستان از هیچ گونه همکاری و سر تلاش دریغ نمی‌افتد و از خدا در این راه خود توفیق آرزو می‌کنم. و من الله التوفیق. نعره تکبیر! بسم الله الرحمن الرحیم. حضور استاد بزرگوار، دانشمند محترم حضرت مجددی رئیس دولت اسلامی افغانستان، و نوبه خود از طرف خود و از طرف همه وکلای اولوسی جرگه ابتدا تشریف آوری شما را، تشریف آوری و خیر و عافیت شما را به کشور شما افغانستان از صمیم قلب و شما و هم همراهان محترم و مجاهد شما تبریک عرض میکنم. بعدا انتقال قدرت دولت افغانستان را به شما در رسم شما و به همه مجاهدین و دولت اسلامی افغانستان از صمیم قلب عرض تبریک تقدیم میکنم. به شما وعده میدیم که تا آخرین رمق، تا آخرین قطره خونی که در جان ما هست با شما در راه برآورده شدن آمان مقدس شما به خاطر اطلاع ملت ستم دیده و رنج دیده افغانستان که در طی 13 سال جنگ همه هستی و دارایی و همه چیز خود از دست دادن، یک جا هستیم. وعده میتم و به شما در راه برآوردن از خداوند بزرگ و متعال توفیق مزید التجا میکنم و باز هم تبریکات صمیمانه خود به شما و همه مجاهدین تقدیم میکنم. به شما صحت و سلامتی و به همه دوستان مجاهد ما که در این راه از هیچ گونه مجاهدت دریغ نکردن، از خداوند بزرگ صحت و سلامتی، موفقیت و کامکاری آرزو میکنم. و ما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم فضیلت مآب و استاد حضرت مجددی، زه به خپلوار او په نمایندګي د مشرانو د جرګې چې اوس سنا هم بلل کېږي و تاسو ته د زړه له کومې خیر مقدم ووایم. حضرت مجددی رئیس دولت اسلامی افغانستان، به نمایندگی از قوه قضایی افغانستان خداوند بزرگ را سپاسگزارم که امروز بعد از 14 سال قتل، کشتار و خونریزی و انواع بی‌عدالتی ها با تشریف آوری شما و برادران مجاهد در کابل قلب افغانستان فضای صلح استشمام میشه و صلح حادث میشه. خداوند شما را و همه برادرای مجاهد توفیق عنایت فرماید که بر زخمهای مردم ستم دیده افغانستان مرهم بگذاریم و یقین دارم که انشاءالله تعالی خداوند همیشه با شما بوده و با شما خواهد بود. و بالله توفیق. در پایان برای همه برادرای مجاهد در رأس جناب استاد محترم حضرت سید مجددی صحت، سلامت و قدرت خدمت برای مردم افغانستان آرزو میکنم. تشکر.